سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به قسمت اول روم تور با من راز کمد گلگلی. اول یه نمای کلی از اتاق بهتون نشون بدم. طوری در کمدم مثل همیشه بازه. اتاق من کلا 12 متر بیشتر نیست، اما هر کدوم از دوستان میان میگن که توی عکس‌ها بزرگتره اما در واقعیت کوچیک‌تره. نمیدونم چرا اینطوری میشه. و از اونجایی که خودتون نظر داده بودید که قسمت اول روم تور از کمد گلگلی از این و اینجا شروع بشه، بریم که ببینیم داخلش چیه. این کمد گلگلی که الان شما دارید داخل تصویر میبینید عملا یه کمد دیواریه. حالا میخوایم ببینیم چرا گلگلی شده. کلا قهوه‌ای بوده که من از این برچسبای کابینت گلگلی گرفتم و زدم روش و دوراشم با گواش رنگ کردم که از اینجا اگه دقت کنید دو رنگ شده چون اشتباه ترکیب کرده بودم. این رنگی هم که روی در کمد میبینید برنامه ماهیانمه که روزایی که حالا قرار کار انجام بدم و روش مینویسم. که بریم داخل یه توضیح دیگه هم بهتون بدم. امکان نداره که شما ایرانی باشید و کل کمد دیواری مال خودتون باشه. قطعا اون بالاش مال من نیست، وسایل مامانم توشه. و اینجا هم دقیقا این قسمت که دارم بهتون نشون میدم رخت خوابه و عملا این یکی کمد فقط و این پایین با 4 تکشو مال من فقط اینجاست و یعنی قراره یه روم تور خیلی خیلی کوچولو داشته باشیم. ببینیم داخل این کمد اولیه چه هست. درشو باز میکنم. اینم بگم که این قفل خرابه، اینجا هم اصلا قفل نداره، با اینا چسبوندمش. اینم از نزدیک نگاه کنی چند جاش آسیب دیده و خواستم بگم که من همینقدر باهاتون صادقم، چون هر کی اومده خونم رخت خواب برداشته یکم ریخته بهم. از اینا زدم. اینم اصلا قفل نداره ولی چون باز نمیشد دیگه همینجوری مونده. بازش کنیم ببینیم چی توشه. او شت. خب مثل اینکه این جلوشه، من برم اینو جابجا کنم و برگردم. بله از اونجایی که گلدون جلوی در بود فعلا گذاشت میشیم وسط تا ببینیم چه اتفاقی میفته. بریم سراغ داخل کمد. خب طبقه بالا که دارین میبینید لباسامه. توی زمستون لباس زمستونی ها میاد، تابستون جابجاشون میکنم، لباس تابستونی میاد. اینطوریه که میبینید بیشترش هم دم صورتی داره. میریم طبقه پایین ببینیم چی داره. پایینم کیفامه و کوله هام که داخل هر کدوم از این کوله ها کیفایی که استفاده نمیکنم گذاشتم و دوربینم. یه سری شال گردنم بود که نمیدونستم بذارم کجا، گذاشتم اینجا. این برچسبارم که میبینید از بچگی زدم، کلا خیلی شلوغ بلوغ دوست داشتم. الان دیگه نمیدونم چیکار کنم. اینا رو با چسب چی زدم، چسب آهن زدم، دیگه کنده نمیشه. کنده بشه اینطوری میشه. بخیال کشو اول چادرامه. این قسمت چادر نمازه، این قسمت هم چادرای دیگه‌مه که مال بیرون و دانشگاه و چادر مجلسی هست. بریم طبقه پایین ببینیم چی هست. طبقه پایینم شلوارامه، خیلی نامرتبه. یه بشکن بزنیم من تمیزش میکنم و برگردم. بله طی حرکت انتحاری ما شلوار مرتب کردیم. خب این قسمت دیگه کلا تموم شد. رو درم خیلی برچسبا بود کندم، فقط عکس با بزرگم مونده دیگه. همه رو کندم. اونجایی که بچه بودم خیلی کلاهقرمزی نگاه میکردم و دیوار اتاق در کمد کلاهقرمزی همیشه پر برچسب بود. این دیوار از بالا تا پایین برچسبی بود ولی کندمشون. حالا جاشون مونده ولی عکس بابا بزرگم فقط هنوز مونده. خب اینجا درشو میبندیم و میرم قسمت بعدی. خب من گلدونم گذاشتم سر جاش که اینجا بازتر بشه. من که اینجا رو باز کنم. خب من اصلا بالا رو بهتون نشون نمیدم دیگه چون گفتم رخت خواب. کلا بالا رو بهتون نشون نمیدم، میارم پایین چون بهتون گفته بودم که رخت خواب. ببینیم پایین چی هست. خب اینجا میرسیم به این دوتا کشو پایین. درشو باز میکنم. اینا اصلا کثیفی نیستا، برچسب زده بودم جاش مونده دیگه پاک نشده. خب کشو اول شالامو گذاشتم که به ترتیب رنگ مرتبشون کردم. اینجا رنگای زرد و نارنجی و قرمز، اینجا رنگای نود، مشکی، صورتی و آبی. همین اینا رو دارم. اینا که میبندیم میریم کشو پایینی. اینجا هم روسریامو گذاشتم. تنوع روسریام بیشتر بود، رنگا قاطی شده ولی کلا مثلا اینجا بیشتر ترداراست، اینجا زرد و نارنجی هست، اینجا فکر کنم قرمز و صورتی و بنفشه. اینا هم رنگای دیگه است، نمیدونم چه رنگی هست. خب اینا از دوتا کشو اینوری. حالا بریم اون سمت ببینیم چه خبره. کشو اول اینجا خیلی چیز خاصی نداره، یه جعبه ماسک، ریسه و پاپوشام
که دیگه نمیدونستم کجا بذارم، جا نداشتم. گذاشتم داخل این کشویی که خالی بود. اینم خودم درست کردم. بله دیگه همین. اینم تموم شد و میریم قسمت پایینم دفتر کتابایی بوده که لازم نداشتم ولی دوستشون داشتم و خاطراتم. مثلا اینو از روی کارت عروسی جدا کردم ولی خیلی دوستش داشتم، واسه همین نگهش داشتم. اینم مثلا دفترچه خاطرات دوم ابتدایی فکر کنم. اینم آلبوممه. اینم یه سری کتابای و دفترچه خاطراتا و دفتر نقاشیام و پلتم و چیزای دانشگاه دیگه. اینم تقریبا همین جوریه. اینم از این. حالا بسته نمیشه. بسته شد. قسمت اول روم تور با من با نام راز کمد گلگلی تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین. دیدی که خیلی چیز خاصی هم نبود، این کمد تور بود بیشتر تا روم تور. راستی اگر که خوشتون اومدین از این ویدیو لایکش کنید و سابسکرایب نمیدونم چیه چون تازه چنل زدم، اونم انجام بدین و دیگه هرچی خودتون میدونید. خدافظ.